سلام، وقت همگی به خیر. آقا از روی جفتک چارکشا و بپرای این جونورای نظام ولایت میشه فهمید که یه زلزله‌ای چیزی تو راهه. البته این بار علاوه بر جلز و بلزای معمول خودشونم یه چیزایی رو لو دادن. یک ائتلاف منطقه‌ای با شرکت عربستان، قطر، ترکیه برای ورود نظامی به خاک سوریه تشکیل خواهد شد که در این صورت بروز یک جنگ بزرگ میان بازیگران بحران سوریه محتمل به نظر می رسد. خب یه ائتلافی قراره تو یه جایی صورت بگیره و به یه جای دیگه ورود پیدا کنن. این چه ربطی با آخوندا داره؟ نه جدی ربطش چیه؟ سایت سبزعلی رضایی: در صورت برخورد روسیه، ترکیه، عربستان و سوریه با یکدیگر و پس از آن هم ورود آمریکا، یک جنگ بزرگ منطقه‌ای محتمل است. بی تردید دولت سعودی که دیوانه‌وار به هر اقدامی دست میزند، اگر چنین حرکتی را مرتکب شود، کل منطقه از جمله عربستان در آتش خواهد سوخت. آقا من بازم سر در نیاوردم. خب عربستان تو آتیش خواهد سوخت، به شما چه؟ مگه شما کارتون آتیش سوزوندن تو منطقه نیست؟ خب الان باید خوشحال باشید که پس این جیغ و ویغتون واسه چیه؟ آقا اصلا این سبزعلی رضایی گیج میزنه. بذارید بریم سراغ اون یارو پاسدار سلامی ببینیم چی میگه. مثلا اگر در سوریه اونها موفق بشن به سمت لبنان خواهند رفت، اگر در لبنان موفق بشن به سمت عراق خواهند آمد، اگر در اونجا موفق بشن ممکن این حرکت رو به سمت ایران ادامه بدن. بالاخره طرف حرف آخر رو بالا آورد. پس نگرانی آخوندا از اینه که این آتیش در نهایت به ریش و عبای خودشون بیفته. نگرانیشون از اینه که طوفان بیاد سمت عمامه عظما. واسه خاطر همینم است که از مدتها قبل تو عراق و سوریه خط بستن. سیاست اساسی ما این است که جلوتر از حوادث حرکت کنیم، رفتار دشمنانمون را قبل از این که به تهدیدی علیه موجودیت جهان اسلام و خودمون تبدیل بشن مهار کنیم، اونها را در نقاط آغاز و مبدأ سیاست‌های ویرانگر و مخربشون متوقف کنیم. همین حرفو سر تش تک پاسدار یعنی پاسدار جعفری بی استخونتر میزنه. میگه آقا ما رفتیم سوریه که مجبور نباشیم تو تهران بجنگیم، یعنی به نوعی حرفای عظما رو رله کرده. پاسدار جعفری، سرکرده سپاه: برخی ابهام دارند که جنگ در سوریه به ما چه ربطی دارد و آن را یک امر داخلی می دانند که بسیار ساده اندیشانه است و البته خیلی ها هم می دانند که دفاع از سوریه در واقع دفاع از مقاومت اسلامی است و از رسیدن تهدیدات به مرزهای ما جلوگیری می کند. خلاصه که ترس اینا از سمت و سوی تحولاته. جنگ تو سوریه یه معادله چند مجهولیه که از هر طرف میری میرسی به آخوندا. اینا هم میدونن که اگه قضیه جدی بشه اون وقت تو شرایط پس از زهرخوران دیگه کاری از عظما و پاسدارای ترکیدش بر نمیاد. به خاطر همین از حالا شروع کردن به داد و هوار. عربستان و ترکیه و به همراه آنها برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس جنگ علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه به راه نمی اندازند، بلکه علیه روسیه، ایران و حزب الله. همانطور که 1000 بار پیش از این گفتیم، ما نمی توانیم زمان آغاز این جنگ را پیش بینی کنیم، اما می توانیم تحولات و شرکت کنندگان در آن را جدای از پایان آن پیش بینی کنیم.
هر چقدر خواستی پیش بینی کن، اما مشکل اینه که نمیتونی پیشگیری کنی. یعنی کار از کار گذشته، طوفان به راه میافته و النهایه میاد سراغتون. حالا اگه این طوفان منطقه‌ای با طوفان داخلی همزمان باشه، اون وقته که دیگه نه از ولایت اثری میمونه و نه از ولایت نشون.